نصف آهنگاشو من مینوشتم. از موقعی که من با این در افتادم آهنگاشو نمینویسم، این ریده، این حرومزاده خودش بلد نیست شعر بنویسه. خدا رو شکر امروز دست این حرومزاده فکج رو کردم. سلام دوستان، امروز با اخبار دستگیر شدن زیرو21 کید به خاطر زدن دوست دخترش اومدیم. با ما تا آخر ویدیو همراه باشید. دوست دختر زیرو21 کید یه سری استوری میذاره که نشون میده زیرو21 کید دستگیر شده به جرم ضرب و شتم و خیانت به دوست دخترش. این یه وایسای براتون میذارم پشماتون بریزه. بابا این داغون زاغار چیه؟ این زپرتی اصلا تو عمرش مواد ندیده، میاد گوه میخوره، زر میزنه توی آهنگاش، گوه میخوره. نصف آهنگاشو من مینوشتم. از موقعی که من با این در افتادم آهنگاشو نمینویسم، این ریده، این حرومزاده خودش بلد نیست شعر بنویسه. این گوه دهاتی. نگاه کن اینجامو چی کار کرده بچه‌ها. نگاه کنی همه بدنم داغون شده. نگاه کنی. من دروغ ندارم بهتون بگم. کدوم آدم این بلا رو سر آدم میاره؟ نگاه کن این حرومزاده رو. خدا رو شکر امروز دست این حرومزاده فکج رو کردم. حرومزادگی زرنگی نیست، واسه من همینقدر ساده بود. حرومزاده خائن فکج، خدا خر و شناخت بهش شاخ نداد. تا دیروز داشت به توماج فوش میداد واسه اینکه فید نشه هر کاری میکنه. سر یه جنده رفتم بالا سرش، همه فیلماشو فردا واسه تون میذارم. فقط این حرومزاده های دوزاری رو شاخ نکنید. حیف اسم هنرمند نیست خراب بشه. در ادامه هم لایو میذاره و کل داستان رو توضیح میده. بچه لندنم، اینجا پر خلافکاره. من تو شهر خلاف بزرگ شدم، کسی که نمیتونه منو بپیچونه. و یه روز من خونه علی هستم، خب این میخوام امشبم همینجا بخوابم. گفتم باشه خونه علی باش. تو تلفن گرفتمش، رفتم سوار ماشینم شدم. خب بهش نگفتم که من توی ماشین هستم دارم. اونجا که بود براتون لایو گذاشتم، یه لایو چند دقیقه گذاشتم، بعد رفتم. بچه من رفتم اونجا، زمانی که داشتم تلفن باهاش صحبت میکردم بوق زدم. 3-4 تا بوق زدم، دیدم صدای بوق تو ماشین نمیکشه. فهمیدم داره دروغ میگه، خونه پسره میگه. رفتم اون یکی خونه اون. خب رفتم اون یکی خونه، پیچیدم دور ساختمون، دیدم چراغا خاموشه، یه دونه نور روشنه. گفتم اینجاست. یه پسره رو گول زدم چون باید با خون بری تو خونه. خب به پسره گفتم مامانم اینجاست، خب من باید برم تو خونه. خب جواب تلفن منو نمیده. پسرم خفم بود، بچه نگاه بود، یعنی سیاه بود. گفت باشه بیا برو، مامان واجبه بیا برو. من رفتم تو، شانس منو ببین، قدرت خدا بود. در باز بود. خب در باز کردم، دیدم بله شمع روشن، مادر جنده حرومزاده بی همه چیز اون جل زنه اونجا. خب شبیه خرس داغون. بچه داغون بهتون میگم، برین تو فالوینگ لیستش میبینین دیگه، یکی از همون داره داغونه. خب همون حیف من نبود. بعد آقا من رفتم، بچه باورتون نمیشه، اصلا نزدمش. یعنی گفتم این ارزش زدن نداره، این ارزش دعوا نداره. فقط من چون خیلی وسایل برند داشتم اونجا، دوربینم و سیستم و وسایلم همه چیم اونجا بود دیگه، گفتم اینا چرا باید برای این حروم لقمه اینجا باشن؟ اینا هر کدوم 4-5 هزار پوند پولشه. بعد همه اون لباسای برند من تو تن اون حروم زاده. در آوردم از تنش، گفتم همه چیو بده، کلید خونه منم بده، شما رو به خیر و ما رو به سلام. من حتی باید دعوا هم نمی کنم. ها شروع کرد زارت و پورت کردن. این حرومزاده شروع کرد منو زدن. نه من اجازه نمیدم تو بری. بعد اون درم نمیخواست من داد زدم. گفتم که تو که شرف داشته باشی میای من اون قیافه تو از نزدیک ببینم تو چقدر خزی داری میبینی عکسای من تو پیجش. یارو توی کلوز فرند روزی 100 بار قربون صدقه میره، بعد توی لجن اومدی با این بخوابی. تو چقدر دست خودت موندی؟ میبینی یکی تو رابطه است، یکی پارتنر داری میای بغلش میخوابی. من چیکار کردم بچه‌ها؟ من گفتم من میرم. اومدم وسایلا رو بردارم. خب کامپیوتر من که همه چیم توش بود. خب اومد دست داد به موبایل من. وقتی دست داد به موبایل من فیلم‌ها رو پاک کنه دیگه، اونجا من خوش شدم. خب منم بوکسورم دیگه، من 7 سال بوکس کار کردم. اون بزن من بزن، اون بزن من بزن.
ببین همون ترکوندیم خلاصه، بعد همون ترکوندیم. خب بعد نمیذاش من برم، هی میگفت میخوام برات توضیح بدم. گفتم حرومزاده تو به من خیلی اینجوری میکنه بچا، هیچی براش نمون. برگشت گفت آخه اون شب برات گل فرستادم جواب منو ندادی. دوباره گوخوری میکنه، هر وقت گلخوری میکرد یه گلدون میفرستاد دم در. گفتم چون لجنی چرا باید جوابتو بدم. بعد ببین گفتم من چون جوابتو نمیدم حرومزاده دلیل نمیشه تو به من میگه من بهش خیانت نکردم. گفتم آها میخواستی کوکائین هم زده بود حرومزاده، اینجوری میگه اگه ببینی من فیلم‌های کاملش رو پیش پلیس براتون نشون میدم چجوری فک کجش اومده پایین. خب داره فک کجی میکنه، صحبت میکنه. خلاص عرضم به حضورتون گو خور هر کاری کرد. ببین من انقدر اینو زدم خب خودم پاره شدم. اون منو میزد من اونو میزدم، اون منو میزد من اونو میزدم. و اون دم انقدر بی‌ناموس و هرزه بود خودشو پشت آشپزخونه قایم کرد. یعنی انقدر شرف نداشت بره که آخرش هم اونم رفت زندان. امروز پلیسا گفتن آره تو شریک جرمی اومده اینجا، میدونیم با کسی که پارتنر داره خواستی بخوابی، مادر تو یکی رو ما آره همین محمد فکرجی حرومزاده. بعد خلاصه نگم براتون این وضعیت دسته منه، نگاه کنید این وضعیت منه. خلاصه خیلی شب بعدی بود. این فکر میکرد اینجوری کرد، گفت پلیسا بیان تو هیچ گوی نمیتونی بخوری. خب گفتم ببین من فقط یه حرف بهشون میزنم، من هیچ کاری نمیکنم. گفتم اینجا کشور منه، اگه من روی تیشم من قانون اینجا رو میدونم، من یه جوری تو رو میدم تو بدم تو، فردا هم میای بیرون ولی برات داستان میشه، داستان تازه جالب میشه. تو به گوخوری میفتی میفهمی زندگی چیه. بعد خلاصه اینجوری شد. این حرومزاده ما امروز مچشو گرفتیم به جرم خیانت. خب انداختنش تو حرومزاده رو، ولی براش بد تموم میشه دیگه، چون خیانت تو این کشور جرمش خیلی سنگین. بله اینم صحبت‌های دوست دختر تونی، اما یه سری از همکاران تونی هم به این قضیه واکنش نشون دادن. سجاد ترابی منیجر یاس در مورد زیرو تونی وانکی توییتی منتشر کرد و نوشت چقدر هنرمندای جدید زود میرن تو حاشیه، 1000 تا فیلم و عکس ازشون میاد بیرون که نباید، کارایی میکنن که نباید، جاهایی میرن که نباید. هر کسی زندگی شخصیش به خودش مربوطه، اما این اتفاقا همین اول راه هنریشون باعث میشه عمر کاریشون کم بشه. واکنش سامبوی که قبلا دیس بازی مفصلی با زیرو تونی وانکی داشته واقعا غیر قابل پیش بینی بود. سامبوی در کانال تلگرامش نوشت تو این ویدیوهایی که دیدم مثل این که زیرو تونی وانکی رو دستگیر کردن. جدا از بیف و این داستانا امیدوارم مشکلات خودش و پارتنرش برطرف بشه و به زودی آزاد بشه و برگرده به موزیک. ممنون از شما که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوی بعدی، یا حق.